برم خدا جان خرد. پارسا ایمانی هستم و امروز اومدیم با ویدیو جدید از بازی بیبی یلو. یه بازی توی ژانر وحشت که ما نقشه پرسر بچه داریم. از یه بچه هیولا مراقبت میکنیم که این بچه قرار ما رو پارمون کنه. و دیروز پارت اولش رو گذاشتم، امروز میخوام پارت دومش رو بذارم. میدونم عرفش این توی نیست، برام ساقه بازی تا مدتی، اما فعلا میخوام به همین روال پیش برم. وقتتون رو نمیگیرم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. این زنگوله بغلم بزنین که اگه ویدیو جدید گذاشتم اول از همه شما مطلع بشین. و بدون معطلی بزن بریم. وارد بازی شدیم. اوکی، میزنیم اکت 2 فصل 2. فکر کنم چنین معنی بده. صدا رو کم میکنم. توی پارت قبلی اگه درست یادم مونده باشه، وای خود چه صدا بده. اگه درست یادم مونده باشه ما این بچه رو هیولاش کردیم و اکسیت خروج آسانسور انجام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه اتاقشه. جامسکر قفله. چشم خرگوش. می خرگوش نپکیدش. بچه من پارم میکنه. نه خوشبختانه. الان هیولا میشه دنبالمون. نه خرگوش، دنبال خرگوش برو. کارم هیچ کس دیگه هم توی این ساختمون نیستش. خیلی منطقی، بدون هیچ چیزی. پیکمن درست دارم میخونم. قیمار دارم میزن داخل ماستا. ابوالفضل اسقر اکبر. هیولا خب صفحه‌م یکم تمیزتر شد. نیمه وارد آسانسور، نیمه آسانسور میگم در آسانسور نصف نیمه باز شده. ای گربه چه خوش موقع خورد. اصلا حواسم به گربه ها نبود. یعنی اگه نمیگفت من اینو رد کرده بودم. کلید دست بچه است. واقعا دنبالش کنیم که چیز شه. میکنیم میرون. خب اون نیستش. پلی نمیدونم چه. خوب جواب عوض کرد. چیه؟ نوت موسیقیه. ما باید خودمون بزنیم. بابا خاموشه تو. باید کامل کنیم اینا رو. بعد یه گربه هم پیدا کنیم. فکر احتمالا یه گربه این ورا باشه. من جای سازنده بودم گربه رو کجا میذاشتم؟ من جای سازنده بودم همینجا گربه میذاشتم. ولی خب در لازم نیستم. این توالت. آب آدم همچین آب تمیز توالت ببینه تشنش میشه. چه بروجک.
این که باید گربه باشه. خب یه گربه باید باشه. خب بریم سراغش. کم سازی کنیم، کم سازی بیشتر کنیم. میخوام تا تزیاد کنم. چه آهنگی میخوام بگم بزنه. خب گن زد به فازمون. دکمه زار شده. پس کلت خودش باشد. چکش. باید حواستون به همه چی باشه. آسونه بازیش، قابل پیش بینیه. الان اون فشینگ من اینو بزنم باید رد شم. آره اینو باید بردارم. الان میفته دنبالیم که اینو بر نداریم. بشین. مرض درد بی درمون. پلی. چه قشنگه. گند زد به همه چی. تو خود تصویر رو ببین. اینو بده. نمیشه اصلا. تصویر گنده. داداش نور ایده، چرا تو دوربین ایده؟ میگن از دوربین خوب استفاده کن. بچه داره ار میزه، احتمالا بیفته دنبالمون. اگزیت. به به. ار میفته دنبالمون. پشمگه. پشمای حاج عبدالله. بچه هست داره چشاشو. خیلی بیشوریم. نهان باید برق رو درست میکردیم. نیاز به فیوز آبی هم. این فیوز آبی چه راحت پیدا شد. تو رو خدا ایزی بازی بابا. ریدم. فیوز صورتی میخوای؟ این چیه؟ سکه. ایویده باز چی؟ قفل اینجا. این ایویدهش. گربه ایزی. تا اینجاش که ایزی بوده. دنبالمون نکرد. 43 نمیدونم این رمز چی داره به ما میده. گاف صندوق که نیست، در چرباست. چیزی نیستش.
و این سکه ها رو واسه چی آماده ده؟ دستگاه چیز هستش، چیزی باید بگیریم. او با فیوز صورتی چرا تو اینه؟ دونت سرویس داشت باگ بود، از شیشه اومد بیرون. تخم سگ نکن بیشور. سوزوندش. چه عرقی میکنه بازی موقع باز ترسناک. اوه اینو باید میزنیم تو دریچه هواه. ناکرم بابا. بای بای. چه صدا وحشتناکی داشت. این یه چیز میشه درست شد. اهرام بکشیم کدوم این اهرام. خب صدا آسانسور درست شد. من غلط کردم حاجی، ببخشید، ناموسن غلط کردم، ببخشید. تو رو خدا سریعتر بیا. این خر وای این میفت دنبالمون. باید این کلید فرار کنم. کلید چی؟ یه طول سگ. سگ گم شو بچه پر رو خرگوشک. بدو. ای ریدم پس کلت. ای بازم ریدم پس کلت. بدو 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 بدو. تاتی تاتی تاتی. چقدر نور بد لام از سبلاشی بیشور. نور از چی بده؟ ایکزیت محل چندمیم؟ چند دقیقه است امضا میکنیم؟ 12 دقیقه است. 3 تا 6 تا با توی محل پیدا میکردیم. 6 تا توی این مرحله. خب 6 تا 6 تا نبود که. خب 3 تاش پیدا کردیم. یالا آدم شدی؟ بگو غلط کردم. بگو گوه خورم. بگو تا سیفو نکشتم. نمیگی؟ خدافظ. رفت جدی. حاجی پرچم کجا؟ ببخشید ببخشید. اما اینو ادبش کنیم. صدا چیز کن. من دوباره جامسکر میخورم مثل دفعه پیش. فکر نکنم با این چیز درست شه. کلیت واسه چیه؟ فکر کنم کلیتم بیارم شاید به درد خود. ها کلیت خیف شد. فکر کنم نتونم بیارم. نور سفر زیاد میکنی. بذار دیدم به اینجا بهش غذا بدیم. خب شیر نداره. کل قلبیشه که خورد شد.
اینجا بازه. حالا باید برگردیم با کلید قلبی شکل در داخلی رو باز کنیم. نور درست شد بسام. به خدا خودش بازی میکنه، من کاری نیستم. خودش لمس میکنه خودش. بس داره. من از اکسید میپر بیرون. پس کلت چه هرچی میگم باید درست باشه. قبل از اینکه ادامه رو بریم من نیاز دارم صفحه گوشیم رو تمیز کنم. پاچید بیرون بچه. مگه آتش بازیه؟ بیشور ایدم تو خودم. نه بچه باید بزنیم اینجا. بیا تو گهوار بخور. ای گربه چه قشنگ. همین تکرار میشه دوباره. نه تغییر کرده. تو تلویزیون نباید نگاه کنیم. آسونه ایزیه. بیا پایین رو نگاه. ای طول سگ. پایینم تلویزیون گذاشته. بکن بغلش کنم به فنا برم. توی طول سگ. داریم میریم. در باز کردی فکر رو من تاثیر داره. زه اومدی قرمه تاثیر داره. انداختم. قشنگ داره با اون بازی میکنه. داستان خرگوشه است. آجی مرمورم میشه هر با که این نگاه میکنم. من پردوشه تو چاتمون
نگفتم چه توی تخم سگ گهواره بخوابونمت. چی شد؟ نباید گهواره میخوابوندمت؟ بازی تموم شد؟ تموم نشد؟ مثل این نباید گهواره بخوابونیمش. مجبور کنم گربه باشه. گربه هست؟ گربه نیست؟ چی کار باید روش بکنیم؟ گربه داره؟ خرگوشکی و بنزمش اینجا؟ رو پارم میکنه؟ نه یه اتفاقایی داره میفته. نه پارمون کرد. این مگه دنیای این نیستش؟ خب میتونه راه برامون باز نکنه. چیه؟ شود سک. خب این چیه؟ دایره خط صافی اینو باید یادم باشه. اینجا میرم اینجا میرم. نگفتم نه 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 دایره خط صاف. تیرکمون مثلث تیرکمون مثلث تیرکمونی. باید چیکار کنم؟ الان در باز میشه. ای هنسبیم افتاد. فکرم اینجا جامون هم باشه چون آهنگ استرس آورش تموم شد. چی شد؟ چه قولاسا شد؟ دایگزی دستم داره میلرزه. ریدم تو خودم دادم قهوه‌ای شدم. چرا انقدر داره نزدیک میشه؟ چرا اینا افتادن؟ ایشو راه داره. گن زدم دوباره ادامه میدیم. خب اینجا قوله میاد. همون دوستم میدم اگه بیفتم دستش چی میشه؟ حمله. هه ای ریگی. دوباره برم. دستم چه لرزشی پیدا کردم. بدو خرگوشی بدو. سفیدی جون بدو. بیشتر بدو. یه چیزی زد. یه چیزی بود. عرفش این که اگه این دنیا اینه اینم راحت پارم میکنه. چجوری میاد؟ یا آباد پس بای گوگولی تموم شد. فصل بعدیش چه قرار باشه؟ ما آخر از دسته میتونیم فرار کنیم یا نه ایدیم؟ خب ران لیتل رابیت
تمام شد. بام 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 بام. بازی فوق العاده ایه، اصلا نمیتونم ازش دل بکنم. یکی از دلایلی که دوست پشت سرم ویدیوشو گذاشتم همینه، چون خیلی خفنه و من دستام لرزش داره. خب اگه بازی مورد نظرتونه، اگه میخواین آموزش ماینکرافت بذارم، حتما برام کامنت کنی. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا دوری دیگر، بدرود.